هی چه خبر رفقا، یونس CX هستم و به یک ویدیو جدید دیگه بسیار خوش اومدین. تو این ویدیو با داشتم امیر نئون امیر اومدیم که سوالاتیو من فقط ازش بپرسم. سلام، چطوری؟ چه خبر؟ عشق منی، چیکارا میکنی؟ دهن گیمم که سرویس کردی، 10 لوکالی. ایشالله که ریوارد خوبی بهت میده دیگه، زحمت کشیدی سرش، چیز اوکی بود. عشق منی. خب ما اینجا هستیم که یه سری سوالات از شما بپرسیم. داشتم سوال جنجالی، حالا اون قدم جنجالی نه. داشتم توی بازی اسکین مورد علاقت چیه؟ عجب سوالی داشت. بله اصلا سوال جنجالی. ببین قشنگ اونی که حال میکنی باهاش رو بگی. یا داشت اون اسکین موردی تو دیدی جایی اومده؟ کدومش؟ همون هایپر شارژیاش؟ همین ابلیس. آره اوه خدا این کاش شانس بیاریم اونو بگیریم. آره اصلا کلا اسمت هم نئون امیره، باید همچی اسکینی داشته باشی. منطقیه. اوکی. من اسکین که خیلی حال کنم باهاش اصلا هیچ توجه نکردم. خود این بایرانه هستش، واسه دارم ببینیم ترکیبش خیلی بهم میچسبید. همین آره این اسکینش، البته خودش حالا خودش هم اوکیه، کیف میده بازی. آره همون تخفیف اومد گرفتم، فکر کردی داشت من 199 تا جم دارم بدم به این. خب از بین یوتیوبرای براول استارز بپرسم یا یوتیوبرای عادی که یوتیوبر مورد علاقت کدومه؟ براول. یوتیوبر مورد علاقه براول استارز تو بگو. هایرا بزرگ مرد براول. بنازم عالی. هایرا عشق منه. هایرا حاجی من گفتم پدر براول. خب آره داداش 200k زده دیگه، فعلا کسی نتونسته برسه به رکوردش. بازیش هم خدای خوبه. اون رادان هم خودت جلد رادان نتونسته. کی؟ من این قضیه رو دنبال نمی کنم. رادان آره اوکی. بند بند کرده؟ کو تعریف کن. همون رادانینا اومدن خایرا رو بند کنن، یارو نتونه برسه به بالاتر، نتونه رکورد بزنه. ببین چقدر نامرد بودم. عجیبه. خب حالا من بگم اکانت خود من بند شده است، باور کن. اکانت تو؟ من یه هفته چت نداشتم. چت برای چی؟ چجوری بند میزنن؟ نمیدونم، مثلا یه چند نفر ریپورت تونن کلا بند میشه. اوکی. مثلا همون ریپورت های بد رندوم نمیدونم، همون که فارسی چت میکنیم جرمه. بر چی فارسی چت کنی بند بشی؟ الان مثلا عربی چت کنی میفهمه یا فارسی چت کنی؟ عربی زبان اصلی توی بازیه، سر همون هم میتونی فارسی چت کنی. هی حاجی چی بگم داداش، کلا نمیتونی راجع به سیاست حرف بزنی. حالا نوبت من شد. من خدای یوتیوب زیاد براول نمیبینم. جوان کارلوس حاجی بهترین اصلا اسپورتو داداش براش آیکون دادن تو رنگ. من جای اون بودم کلا گیم که چی بگم داداش، من زندگی خودم حذف خیلی معروف شد، الان فیت شده. اصلا کلا یه موقع تاپ 1 بود، نمیدونم از هایرا و فیزیک و اینا خیلی مثلا سرتر میگفتن اینه اومده دیگه براول رو جمع کنه، بعد یهو زارت تو پاره کرد. او آره حاجی ببین نگاه اینا پینگاشون هم خوبه خدا وکیلی واقعا. یکی پینگ یکی سنسیویتی، واقعا دیوایس اوف اصلا. ببین اون تبلت‌های خفنی که بازی میکنن، آیپد یارو اصلا. حالا اونا رو هم داشته باشی نتونی بازی کنی کاری نمیتونی بکنی، بازیشون هم خوبه. FPS که اونا دارن ما نداریم. 93 تا براولر اومده تا الان داشتم. خب تو بین این 93 تا کدومو از همشون بیشتر دوست داری و از قدیم باش حال میکردی؟ داشت معلوم نیست. نه نه معلومه، معلوم بود واقعا. فرانک.
خب برای چی فرانک؟ واقعا من خوشم میاد ازش، واقعا بهترینه. از اون موقعی که چیز شد خیلی استفاده میشه که مثلا هیلش میومد پایین سرعتی میزد مثلا. آره. از اونجا دیگه کلا اصلا اسکین لژندش چرا نمیاد؟ اسکین لژند ندادن براش. او اونو تو نمیدونی، اون اصلا باید حاجی بری تو سایتش $500 قیمت چه فکر کنم، خیلی گرونه اون باید بخریش. آره باید پوینت بگیریش. من میگم یه روزی میاد قبول کن. من شاید داداش پولی آوردن، اگه بخوان رایگانش کنن یا بیارزش بیارنش داداش کلا دهنشون سرویس میشه، فکر نکن. داداش پس همین بود دیگه، بعد خودم با بیلی میخرم. خب این میدونی قیمتش چنده؟ این خیلی چیزه، خیلی الان قیمتش یادم نیست. همین میاد، همون اسکینای رنچت هست پروپس، اسکینای پروپس نمیدونم. پیشبینی جالبیه. من باید الان بگم تراولر مورد علاقم. اینجا ما یه گزینه‌ای داریم به نام قلب. این قلب رو که فعال میکنیم به به اردودن 64 ورژن ایرانی. داداش من با بارلی کلا از اولی که بازی رو ریخته بودم حال میکردم. سیبیلا رو عشق میکنی اصلا، کلا سبک بازیش حال میکردم اصلا. از اما اول کلا با این کلاسش کلا حال میکردم که مثلا پرتابی بودن. الان ببین بین کل 93 تا بازم اوکی میشه استفاده کرده. الان چی؟ الان کمتر که استفاده میشه، ولی مثلا تو این بونتی میگم، توی مثلا ناکاوت و بال اینا کاربرد داره توی بعضی مپای به خصوص. بعدی رو بخوام بگم ببین با نانی اصلا عشق میکنم من بازی میکنم. اصلا یه ویدیو گذاشتم تو یوتیوب خیلی قدیمیه، میرفتم شودان اصلا ببین اون آره هایپرش هم میگیرم. اون ادگار میپره بالا سرت و تو گجت و سوپر رو یک جوری میکنیش خیلی کیف میده. اون حالتی که ادگار فکر میکنه نانی هیلش کمه میتونه راحت بزنشی و باسنش اوف بابا بنازم تو فرندامه. این رفتم اسپک پاره کرده داشت. بارلی هم برداشته اتفاقا. چی فکر کنم آخرین سوالو بپرسم، یوتیوبری که ازش بدت میاد اینو هم بگی ویدیو تمومه، هم اینو یکی رو میگم شاید باورت نشه. کی؟ فیزیک؟ چرا فیزیک بد نبود بازیشو. فیزیک میدونم کیو میگی. باور میکنی یه بار خورد بهم تو منفی. چی شد؟ چیکارش کردی؟ چیکارت کرد البته؟ تو منفی بهم زد. دیگه نتونستم پشت کنم بعد اون. افسرده شدی؟ بدی بهم زد. خیلی بد. کوشی حاجی من یادم تو 160,000 اومده بود. او تو 150,000. هنو پرو هم نزده بازیش که. آره بازیش خوب بود، من چند تا از ویدیو شد. خودت هم بگو دیگه در نرو. خب ببین من اصلا یوتیوب میرم براول مثلا یوتیوبر حال نمی کنم باش. باید بگی. یک یارو بود بذار آدونیس بود اسمش، نمیدونم درست دارم میگم اسمشو. خیلی حاجی گنده میومد. 15 سالشه یارو، 15 سالش، ولی بازیش خوبه. ولی کلا من حال نکردم با تاکسیک بازیاش. خیلی هم مسخره بازی در مورد تو ویدیوش. خیلی بچه ساله ولی بازیش اوکی بود. خب دیگه آره ما حالا بهونه که دست ما واقعا زیاده، هم نتمون ریده داشت. ببین پلیرهای ایرانی بهترم هستن.
داشت پلیر ایرانی که تا دلت بخواد دهن این چیزا رو سرویس میکنه. یا کن پینگ اوکی باشه، یکم وضع اوکی بشه، مثلا کلا ایران یه گوشی معمولا بدن خوبه، یه گوشی آیپد فلان باشه. واقعا اصلا داشت گوشی و حالا میشه یه کاریش کرد. این نتو که دادن دست مردم رو باید چیکار کرد؟ آفرین مرسی که اومدی تو این ویدیو، حال کردم. یه ویدیو دیگه با هم داریم ان شاءالله شب بگیریم سری تو چنل تو. حتما بچه‌ها بریم ببینین اون ویدیو رو، حالا بالاخره میاد تو چنلت هم میذارم تو دیسکریپشن. چنل داشتمیر هم برین ساب کنین، خیلی بازیش عالیه، خیلی کانتنتش قشنگه، یکی از اوجیای گیمه. فدات بشم من، عشق منی. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین و تا یک ویدیوی دیگه فعلا